دیوانه‌سازها موجوداتی از جنس ترس و ناامیدی، موجوداتی شیطانی که از هیجان و شادی تغذیه می‌کنند و جای اونها رو با ترس و وحشت و تاریک‌ترین کابوس‌ها پر می‌کنند و تنها راه مقابله با اونها اجرای افسون پاترانوس هستش که نیاز به مهارت بالای جادوگری داره و برای اجرای اون نیاز هست به شادترین اتفاق زندگیتون فکر کنید. اگه موفق به این کار بشین، افسون شما شبیه به یک حیوونه که این حیوان نسبت به تیپ شخصیتی شما شکل میگیره. این افسون به لاتین معنای من به محافظ نیاز دارم هستش. این افسون بسیار خلاقانه ساخته شده و این یعنی شما میتونید با تفکر و انرژی مثبت عمیق‌ترین ترس‌ها رو از خودتون دور کنید. اما مهمترین نکته اینجاست، خالق این موجودات جهنمی و تاریک چه کسی بوده و چطور اونها رو به وجود آورده؟ امروز و توی این ویدیو میخوایم با هم راجع به دیوانه‌سازها صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگر از هر کسی که فیلم ها و کتاب های هری پاتر رو خونده و دیده بپرسیم که شرورترین و تاریکترین جادوگر دنیای هری پاتر کیه، اکثر افراد بیدرنگ اولین اسمی که به زبون میارن لرد ولدمورت هستش، یا شاید بعضی ها گریندلوالد رو به یاد بیارن. درسته که هر دوی اونها به جنایت‌های بزرگی دست زدن و هر دوی اونها به جدایی خون اصیل جادوگری با دنیای ماگل‌ها معتقد بودن. ولی اگه از من بپرسین، اسم جادوگر دیگه‌ای رو به یاد میارم که تمامی کارهایی که این دو نفر در برابر جنایت و ذات شیطانی اون کردن کاملا منصفانه به نظر میرسه و اون جادوگر کسی نیست جز اکریزدیس. قطعاً به معروفی ولدمورت و گریندلوالد نیست و اکثریت شما اولین باره که اسم اون رو میشنوید، اما باید بگم اون تاریک ترین، شیطانی ترین و ترسناک ترین جادوهای تاریخ رو انجام داده. اون در زمان قرون وسطا زندگی میکرده، درست در قرن 15 هم. اون یک جادوگر ناشناس بوده و ملیتش هیچ وقت برای هیچ کس فاش نشده. اما این موضوع هیچ اهمیتی نداشته، چون به گفته خیلی از مردم اون فقط یک دیوانه نبوده و در واقع اون یک شیطان به تمام معنا بوده که بدترین جادوهای سیاه رو به کار می برده. اون به تنهایی در میون اقیانوس‌ها زندگی می کرده، در یک جزیره گم شده که اثری از اون نه در نقشه‌های ماگلی بوده و نه جادوگری. مردم به این باورن که قلعه‌ای که در این جزیره ساخته شده به وسیله جادو به وجود اومده و شاهد تاریک‌ترین شکنجه‌ها و کشت و کشتارهایی بوده که اکریزدیس انجام میداده. ملوان‌هایی که به اونجا سفر می‌کردن بیدرنگ به دام اون می‌افتادن و به شیطانی ترین شکل ممکن کشته می‌شدن و تمام این کارها برای لذت شخصی اکریزدیس بوده. اون نه به دنبال قدرت بوده و نه به دنبال ثروت. اون فقط به خاطر ذات پلید و علاقه شخصی به شکنجه دادن این کارها رو می‌کرده. کسی از جزئیات این جنایت‌ها با خبر نیست، اما افرادی که از اونجا جون سالم به در می‌بردن میگفتن دیوارهای اونجا شاهد دردهای زیادی بوده و اونها هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگشتن. اکریزدیس این مکان رو با طلسم‌های محافظتی زیادی از دید همه بشریت مخفی کرده بوده و فقط بعد از مرگش وجود این مکان برای عموم آشکار میشه. اما هیچ کدوم از این کارها باعث سیاه بودن اون نیست، بلکه آزمایشات وحشتناکی که انجام میداده شاید به عمد و شاید ناگهانی باعث خلق بدترین موجودات و تاریکترین موجودات در دنیای جادوگری شده. درسته، دمنتورها یا همون دیوانه‌سازها. اونها در کتاب اینطور توصیف شدن: اونها از تاریکترین موجودات این دنیا هستن. اونها با خودشون تاریکی رو میارن و از هوای مجاورشون شادی و امید رو میگیرن و تبدیلش میکنن به بدترین ترس‌ها. ماگل‌ها اونها رو نمیبینن، اما اونها رو حس میکنن. اگه نزدیک اونها بشی، خاطرات خوبت از بین میرن و اونقدر این کار رو میکنن که تبدیل به شخصی بشی که روح نداره و در نهایت زندگیت خالی از احساس میشه و بدترین کابوس‌ها رو تجربه میکنی. وقتی هری برای اولین بار دیوانه‌سازها رو در کتاب میبینه، اینطور تعریف میشه: سرمایه وحشتناکی همه جا رو فرا گرفته بود. هری نفسش توی سینه حبس شده بود. سرما همه جا باهاش بود و تا اعماق وجودش پیش میرفت و میتونست اون رو توی سینه‌اش احساس کنه.
چشمان هری سیاهی رفت و دیگه نمیتونست چیزی رو ببینه. احساس کرد چیزی توی گوشهاش جاری شده و داره اون رو به زمین میکشه و ناگهان از دوردست صدای جیغی شنید. جیغی وحشتناک و ترسناک. خواست که به صاحب اون جیغ کمک کنه، اما نمیتونست تکون بخوره. یک مه غلیظ سفید رنگ اون رو از پا در آورد و بیهوش کرد. با وجود همه این توصیف‌ها، اگه دیوانه‌سازها از جادوی سیاه ساخته نشدن، پس چه چیزی میتونه خالق اونها باشه؟ همچنین اینکه اکریزدیس ممکنه سازنده اصلی این موجودات باشه، پس این لیاقت رو داره که به عنوان تاریک‌ترین و شرورترین و پلیدترین جادوگر تاریخ ازش یاد بشه، چون کاملا مشهوده که کل زندگیش رو صرف کارهای شیطانی کرده و هیچ ویژگی مثبتی نداره. بعد از مرگ اکریزدیس، وزارت سحر و جادوی بریتانیا تصمیم گرفت از هویت واقعی دیوانه‌سازها به کسی چیزی نگه. وقتی جزیره رو پیدا کردن، خیلی ها گفتن باید این مکان رو از بین ببرن چون پر شده از پلیدی و تاریکی. اما بعضی ها گفتن این کار باعث عصبانیت دیوانه‌سازها میشه، چون اونها اونجا رو خونه خودشون میدونن. اونها موجوداتی خطرناک غیر قابل کنترل هستن. همچنین دیوارهای قلعه هم غیر قابل نفوذه. پس در نهایت تصمیم گرفتن اونجا رو به زندانی برای جادوگران شرور تبدیل کنن و این موضوع باعث متولد شدن زندان آزکابان شد. آزکابان از دو کلمه آلکادراز و ابادان تشکیل شده. آلکادراز از یک زندان معروف ماگلی و ابادان یعنی محلی برای تخریب. خیلی ها بر این باورن که اکریزدیس پدر دیوانه‌ساز هاست. اما داستان دیگه ای هم وجود داره که توی کتاب افسون ها اومده و اشاره به افسون پاترانوس داره که اینطور بیان میشه: یک پسر خجالتی و یتیم به نام ایلیوس در دنیای جادوگری زندگی میکرد. ایلیوس در زمانهای گذشته در یک دهکده کوهستانی که توسط یک جنگل سیاه محاصره شده بود ساکن بود و در اطراف جنگل فردی زندگی میکرد به نام راکسیدین که توی یک قلعه ساکن بود و یک جادوگر سیاه بود که نگهبانهای قلعه اون موجوداتی به نام دیوانه‌سازها بودند و برای سالهای طولانی مردم در جنگل مورد حمله دیوانه‌سازها قرار می‌گرفتند. اما همه افراد نمیتونستن از خودشون محافظت کنن. البته همیشه تعداد کافی افسون پاترانوس باعث میشد از دهکده محافظت بشه، تا اینکه راکسیدین از یک دختر خوشش میاد و به اون پیشنهاد ازدواج میده. اما پیشنهاد اون رد میشه و این موضوع باعث عصبانیت اون میشه و با دیوانه‌سازها به جنگل و دهکده حمله میکنه و در اون زمان یکی از افرادی که موفق به انجام افسون پاترانوس میشه ایلیوس بوده. اما به خاطر اینکه پاترانوس اون شکل یک خرگوش رو داشته، مورد خنده و تمسخر ریش سفیدها قرار میگیره و اونها میگن افسون اون قدرت کافی رو نداره. بنابراین برای مدت‌ها ایلیوس تصمیم میگیره از افسونش استفاده نکنه، تا اینکه دهکده در خطر نابودی قرار میگیره و مردم برای نجات جونشون دست به فرار کردن و روی آوردن به اجرای افسون پاترانوس میزنن. اما افسون هیچ کدوم از اونها قدرت کافی برای مبارزه با راکسیدین رو نداشته و همین باعث میشه ایلیوس تصمیم به شرکت در نبرد بگیره و پاترانوس اون به قدری قوی بوده که تمام دیوانه‌سازها رو فراری میده و دهکده رو نجات میده. این داستان به دو نکته مهم اشاره داره. نکته اول اینه که حجم و اندازه پاترانوس اصلاً مهم نیست، مهم کیفیت و قدرتش هست. و نکته دوم اشاره داره به اینکه خیلیا میگن راکسیدین پدر دیوانه‌ساز هاست، چرا که اونها رو کنترل میکرده. اما کنترل کردن اونها به معنی این نیست که خالق اونها باشه. البته که هم راکسیدین و هم اکریزدیس هر دو شیطان صفت بودن، اما در آخر به درستی مشخص نیست چه کسی سازنده اصلی دیوانه‌ساز هاست و این راز برای همه دنیای جادوگری سر به مهر باقی مونده. نظر شما در این باره چیه؟ این بود تاریخچه زندان آزکابان و چگونگی به وجود اومدن دیوانه‌سازها. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.